بسم الله الرحمن الرحیم. این ویدیو برای کسایی است که برای بار اول از سیستم حسابداری الکترونیک استفاده میکنن که نمیفهمن از کجا شروع کنن و چی کارا کنن. فعلا در این ویدیو من تشریح میکنم. اول شما یوزرنیم پسوردی که به شما داده شده استفاده میکنین و وارد اکانتتان میشین و در این اکانت فعلا اولین کاری که شما میکنین تا بتونین از بخش فروش، بخش خرید، بخش پرداخت پول، دریافت پول، گزارشات استفاده کنین. باید شما در اول به بخش اطلاعات اولیه برین، بخش معلومات اولیه. در بخش معلومات اولیه کلیک میکنین و از معلومات شرکت شروع میکنین. اول کاری که شما میکنین معلومات شرکت خودتانه وارد میکنین که کدام شرکت است. در این قسمت میایم بالای بتن جدید کلیک میکنم، نام شرکت نوشته میکنم. مثلا نام شرکت است شرکت شما. اینجا نوشته میکنم که شرکت شما، حالا یک نام دادم دیگه. اینجا هم لوگویش انتخاب میکنین. لوگو مهم است به خاطر از اینکه در پرینت باز همین نام شرکت و همین لوگو در پرینت باز میایه همراه با نام شعبه و نام دفتر که او هم میشه که تغییر بدیم. حالا در این قسمت من یک لوگو رو انتخاب میکنم. خب اینجا من کدام عکس ندارم، بالاخره میتونیم یک لوگو رو انتخاب کنیم. حالا همین عکس خود من حیث لوگو استفاده کردم. وقتی که معلومات شرکت مکمل شد میایم به بخش معلومات اولیه و مدیریت حساب‌های عمومی. خب اینجا حساب‌ها کسایی که ثبت میکنین، نام یک شخصی رو ثبت میکنین، حساب هم روی شما داره. حساب‌های عمومی است، یعنی حساب‌های عمومی هر چیز شده میتونه، یکی مشتریان است، یکی حساب‌های غیر از مشتری است. در این قسمت مشتریاتون رو ثبت میکنین، مدیریت حساب‌های مشتری و نام مشتری، امیر رقم معلوماتش، کدامش که خواسته باشین ضرور است اضافه کنین، کدامش که خالی میمونه ذخیره میزنین، مشتری شما اضافه میشه. همین رقم پایین میریم. در این قسمت مدیریت دور اول حسابات. حالا شما مثلا مشتریاتون اضافه کردین، حسابای عمومی دیگر هم اضافه کردین، کارمندان رو در بخش کارمندان اضافه کردین، نمیفهم پایین است یا بالاست، اما در این قسمت باز میتونین سرچ کنین که چیزی را که میخواین پیدا کنین. بعد از اون دور اول حساب ها. دور اول حساب ها به این معنا که در اینجا شما میین ریکارد جدید میسازین و شخص انتخاب میکنه. حساب کی؟ نام نفر میفیرن همین شعبه خود دفتر شعبه مرکزی میه یا یک حساب داره، شعبه دفتر هم یک حساب داره. شما میتونین که یک حساب انتخاب کنین، هر نفری که باشه نامش او رو انتخاب میکنین. در یک مشتری تان است، مثلا یک کارمند تان است، یک کسی دیگه است، نام از او رو انتخاب میکنین. میگین که قرضدار است یا طلبکار است. اگه قرضدارتان است فعلا چقدر قرضدارتان است و واحد پولیش چی است. واحد پولیش انتخاب میکنین، فعلا واحد پولی اینجا خالی است و ذخیره میکنین. الباقی حساب گذشته، یعنی از قبل فعلا که شما از این حساب استفاده میکنید، همین لحظه این نفر پیش شما چقدر قرضدار است یا چقدر پول سرتان داره. اما میبینیم واحد پولی خالی است. بیاین که اول واحد پولی رو پر کنیم. اینجا من نوشته میکنم که واحد پول. خب واحد نوشته کردم، کافی است. اینجا رو باز میکنم، مدیریت واحدهای پول. همین قسمت درست است، بالا ازی کلیک میکنم. حالا اینجا یک واحد پول باید اضافه کنم. میتونم چندین دانه اضافه کنم، مثلا یکی افغانی باشه، افغانی و اختصار افغانی، مثلا الف ف. واحد پول اصلی ما افغانی است. واحد پول اصلی، یک واحد پول اصلی باید داشته باشی در تمام دفترت. باید یک واحد پول اصلی باشه که میشه خرید فروش از واحد پول میشه. واحد پول دیگه هم اضافه کرده میتونی، مثلا دلار. و دلار باز علامش این چیز است، واحد پول اصلی نیست، یکی انتخاب شد. و در بخش معلومات اولیه میایم در این قسمت مدیریت حساب‌های عمومی. یک حسابم ایجاد میکنم، پیشوند داره مثلا آقای فلانی. اینجا نام میتونم احمد، نام نفر است احمد. شماره تماس دیگه مسائل نمیتونم ثبت میکنم. ثبت شد، ذخیره شد. در قسمت فهرست وقتی میایم فهرست کلیک میکنم، در اینجا احمد اضافه شد. دیگه معلومات شما نوشته نکردم، همه قدر نوشته کردم. حالا میایم دوباره در بخش کجا میایم؟ دور اول حساب ها. دور اول حساب ها. حالا میتونم که برای احمد نوشته کنم. اینجا احمد آمد. احمد قرضدار است. چقدر قرضدار است؟ 5000 افغانی قرضدار است. و اینجا هم توضیحات میتونی یک توضیحات نوشته کنی، رو پاک کنی، یک توضیحات نوشته کنی. غیر از خودش نوشته الباقی حساب گذشته ذخیره کردم. حالا احمد از ما 5000 قرضدار از این سیستم.
یعنی حسابات گذشته رو باید تمامش رو برسانیم. مشتری خود معرفی کنیم، حسابهای خود معرفی کنیم، حسابهای اولیه دور اول حسابش هم اینجا ذکر کنیم. حسابهای عواید، خب اول عواید باید تعریف شه، بعد از حساب حسابهای عواید یعنی از کدام طریق برای ما حساب عواید میاد. این برای کسایی است که بعضی حسابهای عواید داره، ضرورتشان است، اونا میتونن از استفاده کنن. خیلی هر کس اگر نمیخواد استفاده نکنه. مدت حسابهای مصارف، اینجا هم حسابهای مصارف رو میسازیم که از کدام طریق شما مثلا مصرف میکنین، به هر مصرفتان یک حساب اینجا نوشته میکنین. به خاطر از اینکه در آینده مثلا شما عواید میکنین یا مصرف میکنین، باید مشخص باشه از کدام آدرس این عواید به شما آمد یا از کدام آدرس مصارف به شما آمد. مثلا کرای خانه است، کرای دکان است، این مسائل میتونین در بخش مصارف شما اضافه کنین. همین خود در بخش عواید. مدیریت منابع پولی، این مدیریت منابع پولی همین بخش صندوق و دخل است، بخش دخل است. منابع پولی دخل هاست، باید یک دخل بسازی اینجا. اگر یک دخل از عمومی میتونی نوشته کنی یک دخل داری، خلاص. اگر چندین دخل داری باز نام میتی، دخل کدام دفتر تو یک نام میتی. حالا ما عمومی من نوشته میکنم. زیاتر جای مثلا یک چیز می داشته باشی، از گدامم یک دانه است، دخلم یک دانه است، یک عمومی یک نام برش بده. بعد از دوباره در بخش معلومات اولیه می منابع پولی داده، مدیریت دور اول منابع پولی، دور اول منابع پولی. حالا همین منابع پولی تو دور اولش چقدر است، همین دخل چقدر پیسه داری، به اینجا جدید ثبت میکنی و دخل منبع انتخاب میکنی. کدام دخل؟ همین دخل عمومی. چقدر پیسه داری؟ مثلا 45000 افغانی همین در دخل است. ثبت میکنم 45000 افغانی در دخل آمد. موافقانه ثبت شد. و پایینتر از این وقتی میایم مدیریت منابع پولی، مدیریت دور اول منابع پولی. این دو تا انجام شد. مدیریت واحدهای پول، واحدهای پول ایره انجام دادم، دادن واحد پول نوشته اضافه کردم اونجا. مدیریت واحدهای پول، مدیریت اجناس، اینجا اجناس معرفی میکنی. مثلا تو چیزایی که میفروشی اینجا معرفی کن. مثلا چه چیزایی میفروشی اینجا نوشته میکنی. مثلا اینجا نوشته میکنم که کامپیوتر. کامپیوتر از نوع کدام نوع جنس است؟ نوع اجناس جاری است یا ثابت است؟ خب میتونی که مثلا اگر از تو فرق نمیکنه، تجارت در تجارت فرق نمیکنه، میتونی یک شاید بالاخره انتخاب کنی. و گروه اجناس، گروه اجناس اینجا نیست. واحد اجناس کدام واحد است یا منوز نیست. حالا بریم گروه واحد اول بسازیم. به خاطر از این ما میایم در این قسمت، در قسمت واحد اجناس. اینو در صفحه بعدی باز میکنم و دیگه گروه اجناس اینجا سرچ میکنم که گروه اجناس رو پیدا کنم. مدیریت گروه اجناس اینم در صفحه بعدی باز میکنم. در این قسمت ما میایم واحد اجناس. واحد اجناس مثلا دانه، کارتن، مثلا دانه فعلا نوشته میکنم، دانه یا عدد. کدام واحد است، یعنی به کدام واحد حساب میکنیم این جنس تو را، جنس خود. و در این قسمت گروه اجناس، گروه اجناس مثلا از بخش اجناس فرق میکنه دیگه. بخش ساختمانی از بخش خوراک است، بخش لبنیات است، چی است. اینجا عمومی ولی فعلا من نوشته میکنم. شما میتونید نامای خود، نامای گروه اجناس خود نوشته کنید. حالا ایره که ثبت کردم دوباره در این قسمت من میایم. حالا اینجا در این قسمت ایره که رفرش میکنم، حالا اینجا گروه عمومی آمد، واحد هم عدد آمد. حالا اینجا جنس خود نوشته کرده بودم کامپیوتر، نه کامپیوتر. جنس خود نوشته کردم کامپیوتر. چند دانه کامپیوتر دارم؟ واحد در تعداد، یعنی در یک واحد چند دانه کامپیوتر است. خود یک واحد یک عدد یک دانه کامپیوتر، زیاد نیست. وزنش هم میتونید نوشته کنید، بارکد داره میتونید نوشته کنید. اگر نیست ضرور نیست، فقط ذخیره میکنید. بعضی وقت مثلا میباشه یک کارتن جوس، یک کارتن جوس اینجا واحدش کارتن انتخاب میکنید. یک کارتن جوس مثلا 12 دانه 16 دانه است، اون رو میتونید انتخاب کنید، ذخیره. خب اینم شد. حالا دوباره میایم در معلومات اولیه. مدیریت کجا رسیده؟ مدیریت اجناس، واحد اجناس، گروه اجناس، مدیریت موجودی اولیه، موجودی اولیه و مدیریت موجودی اولیه. خب موجودی اولیه این جدید ثبت میکنم. در این قسمت میبینیم که فعلا در گدام ما چقدر ما موجودی داریم، چی چیزا داریم. حالا گدام هنوز نداریم. اینجا باید اول گدام ما بسازیم. میایم در این قسمت مدیریت گدام ها. اول بالای مدیریت گدام ها کلیک میکنم، یک گدام میسازم. اگر شما گدام ها زیاد دارید، نمای گدام هایتان نوشته میکنید. غیر از او من اینجا نوشته میکنم که عمومی، ذخیره میکنم.
خب نوی کدام نامده. خب نوی کدام به خاطر از این در این قسمت نوشته میکنم که نوی کدام. کدام ها انواع مختلف داره. من اینجا نوشته میکنم نوی ازی فقط کدام است، دیگه این فرق نداره. اینجا کدام نوشته میکنم. مثلا وسایل یکی وسیله فروش است، یکی کدام است. به خاطر از این نوی کدام ساختیم. نوی کدام هم شد کدام. حالا دوباره ما به عقب میایم در قسمتی که ما یک کدام به خود تعریف کدام می ساختم و نوی کدام هم شد کدام. حالا ذخیره میکنم. کدام هم ساختم. کدام که ساختم در قسمت بخش موجودی اولیه. موجودی اولیه یعنی که در فعلا در کدام ما چقدر جنس داریم. این یک برای هر کدام یک ریکارد فقط ذخیره میکنی. حالا در کدام عمومی خود توضیحات نوشته موجودی اولیه. من یک جنس دارم، برام کمتر دیگه چیز ندارم. واحد پولم افغانی دلار است. خود چند قدر کمتر دارم؟ مثلا دارم 200 دانه، 300 دانه کمتر دارم. قیمتایشون چند است؟ قیمتایشون مثلا 15000 افغانی است. این رو اضافه میکنم. دیگه جنس اینجا نیست که اضافه میکردم که کدام مجموعاً چقدر میشد. همین رو اضافه کردم بس است و ثبت میزنم. وقتی که ثبت کردم دوباره میتونم این رو چاپ هم کنم و وقتی که چاپ میکنم در قسمت چاپ باز همون معلومات لوگو میایه. لوگو که حالا من اینجا عکس خود انداختم. نام شرکت میایه، شرکت شما، نام دفتر و نام شعبه اینجا میایه و این بل چاپش است. دوباره برگشت میکنم، خود بالای بدن چاپ کلیک کنیم باز چاپ میشه. حالا این رو میتونم دوباره ادیت کنم. در این قسمت میتونم دوباره این رو ادیت کنم. کدام تغییرات میاره. مثلا کمتر 300 عدد است، واحد از عدد است، قیمت چقدر است افغانی و مجموعاً قدر میشه. این رو میتونم حذف کنم یا یکی دیگه اینجا بالوی زو اضافه کنم و یا هم حذف میکنم دوباره ثبت میکنم. ثبت و چاپ باز برای ما چاپ میکنم. دوباره میایم در بخش معلومات اولیه و مدیریت نوع کدام. این رو ثبت کردم. یک لحظه ببینم چیزی نمونده باشه. موجودی مدیریت کدام ها، نوع کدام ها، مدیریت شعبه ها، مدیریت سال مالی. مدیریت شعبه ها به خاطر اینکه کدام شعبه جدید میسازیم اینجا میتونیم ایجاد کنیم شعبه جدیده. باز در این لیست برای ما شعبه جدید ما میاد. این لیست میاد هر دانه را که انتخاب کنیم نظر به عمو شعبه و نظر به عمو دفتر ما خواهیم یک دفتر است و نظر به عمو شعبه برای ما دیتای ما را لود میکنه. نظر به عمو سال مالی رو ما میتونیم که اینجا در آخر ایجاد کنیم. سال مالی جدید اگر میخوایم بسازیم بازی آغاز سال مالی جدید اینجا برای ما هشدار میده که ما نمیتونیم دوباره به سال مالی قبلی بریم اگر این شروع میکنیم. من گفتم بله شروع میکنم. اینجا میتونید نام سال مالی رو بزنید و ثبت. حالی برگشت میکنم میره ثبت نمیکنم. همین سال مالی درست است. خب این معلومات اولیه بود. معلومات اولیه که دادی حالا تو میتونی بیای در بخش فاکتور فروش یک چیز رو بفروشی، سرکه بفروشی. حالا فعلا فقط ما یک نفر ثبت کردیم دیگه کسی ثبت نکردیم، یعنی احمد ثبت کردیم. یه توضیحات میدی چی رو میفروشی، همین جنس کمتر داری، از منبع یعنی کدام چی است، همین عمومی است، چند کمتر میفروشی، یک دانه کمتر خرید، قیمت از این کمتر چقدر است. حالا دیگه جنس نداریم که ما نوشته میکردیم. اگه جنس زیاد می بود باز یک وقتی ما کمتر انتخاب میکنیم قیمتش خودش اینجا نوشته میشه. حالا چون جنس دیگه نداریم که ما تبدیل کنیم به خود نوشته نشد. قیمت از این 1800 بود، نمیفهم یادم رفت خواهد چقدر کی است. نوشته میکنیم این خودش باید نوشته شوه و بعد از اون در قسمت اضافه میکنیم. حالا دریافت پول از این نفر پول میگیریم. خب منبع یعنی همون منبع مطلبش اینجا از دخل است. دخل کدام دخل است؟ از دخل عمومی به حساب، از حساب احمد به دخل عمومی چقدر پیسه آمد؟ 15000. 18000 قیمتش بود، 15000 روپیه داد، زیاد نداد. این رو ثبت کردیم. 30000 باقی ماند. این نفر 30000 باقی ماند و 5000 هم از اول قرضدار بود. نه 5000 همین احمد از اول هم قرضدار بود. حالا این رو ما ثبت میکنیم. وقتی ثبت کردیم در فهرست میایم میبینیم که ثبت شده. بله این قسمت ثبت هم شده و در بخش گزارشات باز میتونیم گزارشات رو میبینیم. گزارش مالی، گزارش حسابات، گزارش حساب مثلا از احمد ما میخوایم ببینیم که احمد چیکار کرده. واحد پول افغانی ثبت جستجو میکنم میبینم دور اول حساب از این 5000 بود. 5000 قرضدار بود، منفی قرضدار بود. بعد از او 18000 افغانی کمتر هم خریده، مجموعاً 30000 قرضدار شده. یادم باز چی کار کرده؟
15,000 دیگه داده، حالا فعلا 8,000 قرضدار است. 8,000 این قرضدار است. یا معلومات احمد بود. اگر چاپ میکنیم معلومات احمد که احمد چقدر قرضدار است، این رو میتونیم چاپ کنیم و برای ما نشان میده که احمد چقدر قرضدار است. بالا چاپ کلیک میکنیم، پرینتر خود انتخاب میکنیم از اینجا و میتونیم که چاپ کنیم و او بوردر را اگر میخوایم حذف کنیم از اینجا باز میتونیم که نن بگوییم. حذف شد، همون یگان نوشته که بود و حذف شد. لوگو خالی عکس خود انداختیم، باید یک لوگویی باشه که پی ان جی باشه و بک‌گراند نداشته باشه که اینجا درست فیت بیه. خب از یام بگذاریم. این بخش فروش کار کردن، بخش خرید هم این چیز دیگه، از نفر میخری پیسیش میدی، باز اگر بار دوم احمد میه پیسی خودم میته در قسمت پرداخت پول دریافت پول 8000 روپیه باقی بود. این نفر 8000 که باقی بود. حالا اینجا ما میایم وقتی که احمد شعبه مرکزی رو انتخاب میکنم میخواد صفر است الباقی ازی. وقتی احمد انتخاب میکنم برام میگه 8000 نفر باقی است. 8000 که باقی است خیلی آمرده 8000 خدا علی آورد، یعنی اینجا باش نشون میده میگه تو 8000 باقی هستی. خب 8000 روپیه رو میته اینجا نشون میکنم 8000 صفر شد. صفر شد ثبت میکنیم. 8000 روپیه به دخل عمومی رسید. اینجا منبع عمومی رسید، نوشته کردیم به دخل عمومی رسید. حالا میایم دخل عمومی رو میبینیم. در این قسمت گزارش منابع پولی، این دخل ها رو میتونیم اینجا چک کنیم. دخل عمومی موجودی دور اول از این 4500 بود، 15000 کمتر فروختیم، 18000 بود قیمتش. خب 15000 بر ما داد، بار دوم 8000 دیگه داد که 5000 نفر از اول هم قرضدار ما بود. فعلا در دخل 68000 افغانی داریم و همین رقم ما میتونیم که موجودی اجناس خود ببینیم که چقدر جنس داریم. مثلا کدام گدام عمومی، همه گدام ها رو میتونیم انتخاب کنیم. فعلا 221 این کد است، این کد است 299 دانه 299 دانه کامپیوتر داریم. کدش 221 است و عدد واحدش عدد است. 300 بود، یکی رو فروختیم 299 شد. خب در این قسمت که میایم فروش، خرید، پرداخت، دریافت پول کار کردیم. بخش فروش و خرید یک چیز است، دریافت و پرداخت هم یک رقم است. گزارش منابع پولی یعنی همون دخل ها را که چقدر پول داریم و اجناس چقدر داریم اینم کار کردیم. بعد از شما میتونید خودتان بیاین بخش مالی را کار کنین، بخش فروشات، برگشت پس از فروش این مسائل کار کنین، بخش خرید ایرم کار کنین. بخش تولید، کسایی که بخش تولیدی داره میتونه این قسمت هم به خود فعال کنه، کسایی که بخش توزیع داره میتونه این قسمت هم فعال کنه، اینا از استفاده کنین. و مدیریت گدام هاست، بخش گدام هاست که گزارشات گدام ها و مسائل مربوط به گدام ها رو میتونید ببینید. بخش گزارشات است که خیلی گزارش های زیادی اینجا موجود است و یکی از گزارشات از این گزارش بلانس مالی است که بالا از کلیک کنیم بلانس مالی رو به شما نشون میده. اما قبل از او باید شما بیاین در قسمت تبادله اسعار منابع پولی مدیریت نرخ اسعار، مدیریت نرخ اسعار باید کلیک کنین. یک لحظه، مدیریت نرخ اسعار که حالا من دو دانه واحد پول دارم. حالا میگم از واحد پول دلار نرخ ازی است. $1 تو چند افغانی میشه؟ مثلا میشه 66 افغانی. این ذخیره میکنم اینجا. به خاطر از این مهم است که بعدا در بیلانس مالی تمام واحدهای دیگه ما را تمامش تبدیل میکنه به واحد پول اصلی. به او خاطر ضرور است که پیش از بیلانس مالی ما فهرست نرخ اسعار خودم مشخص کنیم. حالا میایم بالای بیلانس مالی کلیک میکنم و بیلانس مالی ما را برای ما میگه که فعلا بیلانس مجموع سرمایه همین بیلانس ما همه قدر است. این موجودی نقد و دیگه مسائل میتونید شما ببینید. و یک چیز دیگه ای است که وقتی که همیشه میایین در بخش خرید یا فروش در قسمت فهرست میایین، برای شما فقط لیست همو روز میکشه. یه تاریخ همین روز است. شما میتونید که تاریخ واسه تبدیل هم کنین. از دیروز میخواین ببینین، از دیروز تا امروز میخواین چک کنین که چقدر فروشات شده، یا از یک ماه مکمل میخواین چک کنین که چقدر فروشات شده. جستجو رو میزنین، باز فروشات شده همین ماره در افغانی براتون نشون میده. در دلار خواستین در دلار چک کنین. این بود کوتا معرفی. خب بخش گزارشات گفتم، بخش منابع بشری هم کارمندان رو اینجا ثبت کرده میتونین. مدیریت موقف ها که هر کدام موقف هایی مثلا کارمند است
بخش گدامدار است، چندین موقفی اول میسازین، باز در بخش کارمندان موقفهایشان مشخص میکنین. بخش مصارف و جوایز هم مثل خرید و فروش است، مصارف و جوایز مثل خرید و فروش. و بخش معلومات اولیه را گفتم براتان. مدیریت کاربران، لیست کاربران را نشان میده که کدام لیست کاربران اینجا موجود است، فعلا هم یکی است خلاص. و درباره سیستم هم معلومات درباره مشخصات سیستم و توسط دهندگان، کسایی که سیستم حسابداری را ساختن. و یک چیز مان که در این قسمت وقتی که میایین شما میبینین نام حسابتانه، ایمیلتانه و چند روز باقی مانده از این اکانتتان که میتونین استفاده کنین. در قسمت مدیریت حساب وقتی بیاین، در اینجا شما میتونین معلومات خودتان رو ببینین. پسورد، در اینجا قسمت میتونین پسوردتان تبدیل کنین، پسورد گذشته و 2 دفعه پسورد جدید میذارین. امنیت 2 مرحله‌ای یا تو فاکتور اتنتیکیشن میتونین اد کنین. و ضرورت به یک اپلیکیشن داره، مایکروسافت اتنتیکیتور، باید در موبایلتان اینستال داشته باشین. و معلومات شخصی تان میتونین، یعنی اکانتتان از اینجا حذف کنین یا معلومات رو دانلود کنین. تصویر اکانتتان میتونین اینجا، چون تصویر فعلا نداره، میتونین که شما یک تصویر رو انتخاب کنین، برگشت به داشبورد، دوباره به این صفحه میایین، این تصویر به اینجا بود نشان داده میشه. خب خیلی تشکر از توجهتان. وقت خوش، خدا حافظ و نگهدارتون.